رضا شاه وقتی که آمد چند کار اساسی رو اول انجام داد. اول یاغیان رو سر جاش نشوند. شیخ خزعل رو که با تایید انگلستان حکومت مستقلی درست کرده بود دکانش رو تخته کرد. اولین کسی که راجع به نفت و اهمیت نفت در ایران صحبت کرده و با کمال تأسف افراد معینی حاضر نیستن اینو ذکر کنن، رضاخان سردار سپه رئیس الوزراست که وقتی خزعل رو برکنار کرد شرکت نفت ازش دعوت کرد، رفت اونجا پذیرایی شد و در خاطراتش که در همون زمان چاپ شده در 1303 شمسی کتابش در مطبعه قشون چاپ شده، در اونجا گفت آقا این خزعل آوردن برای اینکه دست ایران رو در آینده از منافع نفت کوتاه کنه. اگر رضا شاه خزعل رو به جای خودش ننشانده بود هرگز فرصتی پیش نمی آمد که آقای دکتر محمد مصدق نفت رو ملی کنه. او اول اشایر سر جاشون نشوند، راه ها رو امن کرد، بعد به فکر آموزش پرورش افتاد. این از عجایبه، مردی که حتی دبستان ندیده بود، دبیرستان ندیده بود، فرنگ ندیده بود، باید 50 سال صبر کنیم تا ببینیم پشت پرده چی بوده. 50 سال گذشت تا ما فهمیدیم که برخلاف اون چیزی گفتن رضا شاه راه آهن جنوب به شمال رو به دستور انگلیس ها ساخت. 50 سال گذشت تا اسناد انگلستان آزاد شد و دانستیم که این خلاف است و دروغ است. انگلستان همون راهی رو پیشنهاد میکرد که مصدق پیشنهاد میکرد، یعنی از خانقین به هند، و رضا شاه مقاومت کرد.